آقای دکتر یه هفته است دارم روی سوالات فکر میکنم چی بپرسم که کل نظام ضایع نشه. از مناظره ها بگم؟ نه بابا، اون که اصلا آبرو حیثیت بازی عثمان نذاشت. خلاصه مناظرهایی بود که دزدیدید. معلوم شد که تو نظام همه دزدنیم. آقای دکتر نگاهتون منفی نباشه. ثابت میکنم با مقایسه بین اصناف، وکیلا میخوان تو دردسر بیفتی، دکترا میخوان مریض بشی، دندان پزشکا میخوان دندون درد بگیری، مکانیکا میخوان ماشینت خراب بشه. فقط دزدا هستن که واسه برکت و ثروت آرزو میکنن یا با یه خواب راحت و عمیق. ببین چقدر بزرگوارن اینها. پس مقام عظما خیر مردم میخواسته که گذاشته دزدا کاندید بشن. کی تو هم با این دفاع کردنه به خط دفاعیمون بگیم فوروارد حریف رو ول کنن، مجری خودمونه بگیرن. آخه این باند سند رو میکنه که اونا دوزن، اونا هم سند دوزی این یکی ها رو میکنن. این نصف دوز، اون نصف هم دوز، جمعش میشه همه نظام. آدم اصلا قاطی میکنه که بوج دوزه و زمین خوره قالیبافی بوده یا روحانی چی. آره آدم قاطی میکنه. او بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن که چین عکاس ندارن توش، چون که همشون شبیه همن. همینجوری میرن بقالی سر کوچهشون میگن 6 تا عکس 3x4 مردونه بده. آقای دکتر هر جا که دست میذاری جر میخوره میره تا تق، خراب اندر خراب میشه. آقای دکتر چرا؟ بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن که پلیسه ماشین مشنگه رو نگه داشت، گفت ناکس 8 تا مسافر داری 180 تا سرعت میری. مشنگه گفت قربونت اگه تو نرم که اون 3 نفری که تو صندوق عقبن خفه میشن که. آقای دکتر الان هم فرق نمیکنه دزده با کی بود، ردشو که بگیری بالاخره مال یکی از جناهای خودی بوده. سوال استراتژیکی، این یک کرمه فرض کن، این کرمه از کجا میفهمی که سرش کجاست تهش کجاست؟ آقای دکتر هنوز یادم ندادیم. محکم بشین که یاد بگیری. میری وسط کرمو شروع میکنی به قلقلک دادن، هر طرفش که خندید خب اون سرش دیگه. روشن شد یا یه قلقلکی بهت بدم تا بفهمی. آیا دکتر این حیوانکی هاشمی تبا که هوش و حواس درستی هم نداره بالاخره فهمید که مناظرات تموم شده یا نه؟ هفته دیگه دوباره پانشه بیاد تلویزیون. نه ترس، اینقدر هوش و حواسش نابجاست که محل تلویزیون هم یاد نگرفته که هفته دیگه بتونه بیاد. حکایت دانشجوی سهمیه بسیجه که برگه امتحانو که داد رفت خود رو استاده کار بکنه. گفت استاد من مرتب سر کلاسای شما اومدم، اگه میشه نمرمو بالا بدین که مشروط نشم آقای مظفری عزیز. اونم برگشت گفتش که استادت آقای مظفری اون ته سالونه، من ناظرم. روشن شد یا چه بزنم که بپری بری ته سالون. آره دکتر مقام عظما که هشداراشو داده بود که هر کس گسل‌ها رو تشدید کنه سیلی میخوره، ولی گسل‌ها رو تشدید کردن و سیلی معلوم نشد چی شد. حرف مقام عظما خودش هم انقدر جدیش نمیگیره. خب تو هم بیخیالش شو. انقدر سرته حرفشو براش میزنن که از گفته خودش پشیمون میشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمدن طرف به مادرش ارد داد که این لباس منو اتو کن میخوام برم بیرون. مادر گفتش که شلوار لیک اتو نمیخواد، پایین پیرنت هم که میره تو شلوار، آستینت هم که میدی بالا، جلوش هم که صافه، یقت هم که بازه، پشتش هم الان لم میدی رو صندلی ماشین صاف میشه، اگه چیزی میمونه بده اتو کنم گل پسرم. روشن شد یا برفستمت زیر اتو. تو خیلی خاموشی روشن میکنی، مواظب باش. این حاجی روحانی که از یه طرف میگه دست عظما رو میبوسم ولی همونجا یه گاز هم ازش میگیره. جنگ دو قوه هم که شروع شده و لاریجانی و اجایی هم که لشکرکشی کردن و پاچگیری رو شروع کردن، یعنی اوضاع آرومتر که نمیشه هیچ بدتر هم داره میشه. خوش به حالت که چقدر خیالت راحته، همینجوری میگی بدتر هم داره میشه. کجا شد دیدی بدبختی هایی که برای عظما تو راهن از اینایی که تا حالا بودن خیلی بدترن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفهمودن از گوسفنده پرسیدن از این که قصاب تو رو میکشه شاکی نیستی؟ گفت نه، ولی از اون مشتایی که بعدش میزنه تو شکمم خیلی دلخورم.
روشن شد یا بذارم تو شکمت این وسط. یعنی میخوام به عظما مژده بدم که قصه نباید بخوره. فهمیدی یا نه؟ یه روزی هم میرسه که این بدبختی ها تموم میشن، اون وقت بدبختی های جدیدتر و بزرگتر شروع میشن. من اینو بهتون قول میدم. مقام عظما اونقدر که تو کاراش گره هست تو فرش شفق تبریز نیست. یه راهنمودی براش بدین، فقط نگین خدا بزرگه. چرا؟ تجربه من نشون میده که هر وقت یکی بهم میگه خدا بزرگه یعنی هیچ راهی به ذهنم نمیرسه، فکت پیاده است. روشن شد. همینجا هم برنامه رو تمام میکنم که ابتکار عمل رو به دست گرفتم و خودم قبل از شما زدم فک مقام عظما رو پیاده کردم. ناکس تو فقط به خاطری که ابتکار عمل دستت باشه فک عظما رو گرفتی گذاشتی زمین وسط برنامه. اون بیچاره بدبخت من روی این با تو بحثی ندارم آقای دکتر.